مزامیر 55:16 خدا را صدا می کنم و او مرا نجات خواهد داد. آمین. مزامیر 55:16 خدا را صدا می کنم و او مرا نجات خواهد داد. آمین. I will call on God and he will save me. Psalm 55:16 مزامیر 55:16 خدا را صدا می کنم و او مرا نجات خواهد داد. مزامیر 55:16 من خدا رو صدا می کنم و اون منو نجات خواهد داد. آمین. I will call on God and he will save me. مزامیر 55:16 خدا را صدا می کنم او مرا نجات خواهد داد. آمین. مزامیر 55:16 من خدا را صدا می کنم او هم مرا نجات خواهد داد. آمین. من خدا را صدا می کنم و او منو نجات میده. مزامیر 55:16 خدا را صدا می کنم و او مرا نجات خواهد داد. آمین. مزامیر 55:16 خداوند را صدا می کنم و او مرا نجات خواهد داد. آمین. خداوندم ازت میخوام که خلقت تازه‌ای در قلبمون باشه. خداوندم مرسی که تو صدای ما رو میشنوی. خداوندم شکرت که تو راه و راستی ما هستی. خداوندم شکرت که تو به ما فرزندای خوبت را دادی. خداوندم ممنون به خاطر امروز، ممنون به خاطر روز خوب برکت امروزات. خداوندم همه در جای خودت نگه دار. آمین. سلام بچه‌ها. خاله مسا ببین که من چی درست کردم. دوستش داری؟ خیلی قشنگه. آفرین زری بری، تو همیشه کار دستی های خیلی قشنگی درست میکنی. ولی من رو یاد یه سوالی انداختی. چه سوالی؟ زری بری بچه ها کی شما را آفریده؟ خاله مسا من جواب این سوالو میدونم. ببین من چقدر خوشگل مشکل آفریده شدم. خالامو ببین دوست داری؟ یکی اینا رو درست کرده، طراحی کرده دیگه. ولی من میخوام یه سفر با هم بریم تا قشنگ بهت نشون بدم کی منو درست کرده. خاله مسا داستان امروز راجع به آفرینشه. بریم ببینیم. بریم. پاشید بچه ها داستان امروز رو با هم ببینیم. خاله مسا اینو آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست دوستم میداره، کلام او زنده است به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. ما تو دنیای زیبایی زندگی میکنیم بچه ها. یه لحظه به چیزهای عجیب و غریب دور و براتون نگاه کنید. بیایم به اولش برگردیم و ببینیم که کتاب مقدس درباره شروع همه چیز چی میگه. اول همه چیز خدا آسمون‌ها و زمین رو به وجود آورد. خدا روی تاریکی حرکت میکرد و گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. خدا اسم روشنایی رو روز و تاریکی رو شب گذاشت.
این روز اول بود. خدا بخار و آبهای بالا رو از آبهای پایین جدا کرد و چیزی رو آفرید که اسم اون رو آسمون گذاشت. این هم روز دوم بود. خدا آبهای زیر آسمون رو یه جا جمع کرد تا خشکی معلوم بشه و اون خشکی رو زمین اسم گذاشت و اسم آبها رو که یه جا جمع بودند دریا گذاشت. بعد از اون خدا همه نوع گیاهی رو رشد داد. سبزی‌ها، درخت‌ها و گیاهایی که دونه بیارن و اینجوری روز سوم هم به پایان رسید. خسته که نشدید بچه‌ها، تازه نصف هفته تموم شده. بعد از اون خدا 2 تا نور بزرگ تو آسمون قرار داد. خورشید خانم برای روز و ماه برای شب. تازه خدا همه ستاره ها رو به وجود آورد. اینم روز 4. خدا ماهی ها رو آفرید تا تو آبها شنا کنن و پرنده ها رو به وجود آورد تا تو آسمون پرواز کنن. خدا به اونا گفت بچه دار بشین و زیاد بشین و همه دنیا رو با حرکت و آواز خودتون پر کنید. و اینجوری روز 5 هم تموم شد. روز بعد خدا حیوونا رو آفرید. اون حیوانای اهلی و خونگی رو آفرید. همینطور حیوانایی که روی زمین میخزیدند. خدا گفت یه آفریده مهم دیگه باقی مونده که باید آفریده بشه. کسی که از همه موجودات خاص‌تره. بنابراین خدا زن و مرد رو شبیه خودش آفرید و به اونا گفت بچه دار بشید و مراقب این دنیا باشید. از ماهی ها و پرنده ها و همه حیوانات دیگه مراقبت کنید. و اینجوری روز 6 به پایان رسید. بچه ها، تازه خدا بهشون اجازه داد تا برای همه حیوونا اسم بذارن. خدا به همه آفریده های خودش نگاه کرد و گفت نیکوست، یعنی خیلی خوبه. بنابراین روز 7 استراحت کرد و این روز رو یه روز خاص و ویژه در نظر گرفت. زری برای این خیلی خوشگله، میدیش به من آویزونش کنم تو اتاقم؟ دیدی بچه ها اومدن. دیدی خانم عزا، دیدی خدا چقدر سر شلوغ بود. حالا خانم عزا یه بار دیگه سوالتو ازم میپرسی؟ بله. زری برای کی تو رو آفریده؟ به نام خدا، خدای آسمونا من آفریده خانم عزا. خدا. خاله بگم شما چی؟ کی شما رو آفریده خاله بگم؟ زری بری سلام، خدا منو آفریده. چه داستان قشنگی رو امروز بهمون نشون دادی. بچه ها، خدا شما رو زیبا درست کرده. بیاین دستتون رو بذارید روی صورتتون و بگید من زیبا هستم چون خدا منو آفریده. پاشید این سرود رو با هم بخونیم. ووهو! چشمای کوچک چه میبینی؟ مواظب باش چشمای کوچک چه میبینی؟ چرا؟ چون پدر ما خدا از بالا کند نگاه. مواظب باش چشمای کوچک چه میبینی؟ مواظب باش گوشای کوچک چه میشنوی؟ مواظب باش گوشای کوچک چه میشنوی؟ چرا؟ چون پدر ما خدا از بالا کند نگاه. مواظب باش گوشای کوچک چه میشنوی؟ مواظب باش دستای کوچک چه میکنی؟ مواظب باش دستای کوچک چه میکنی؟ چرا؟ چون پدر ما خدا از بالا کند نگاه. مواظب باش دستای کوچک چه میکنی؟ مواظب باش پاهای کوچک کجا میروی؟
کوچک کجا می روی؟ چرا؟ جون پدر ما خدا از بالا کن نگاه مواظب باش پاهای کوچک کجا می روی؟ جون پدر ما خدا از بالا کن نگاه مواظب باش پاهای کوچک کجا می روی؟ آیه حفظی این هفته به ما یاد میده که ما عجیب و بی‌نظیر هستیم. مزامیر 139:14 تو یعنی خدا انسان رو یعنی من عجیب و بی‌نظیر آفریدی. Psalm 139:14 You, that's God, made me, that's me, amazing and wonderful. کیمیا جان لطفاً این آیه رو برای ما بگو. سلام بچه ها. مزامیر 139:14 تو یعنی خدا انسان رو یعنی من عجیب و بی‌نظیر آفریدی. خدا دنیا رو آفرید و ما رو آفرید که دوستش باشیم. بچه ها چشامون رو ببندیم و دستامون رو هم بیاریم. میخوایم با خدا صحبت کنیم. خداوندا لطفاً به همون کمک کن که به یاد داشته باشیم که خیلی برای تو عجیب و زیبا هستیم. مرسی که اجازه میدی دوستت باشیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها شما کدوم یکی از این 7 روز رو بیشتر دوست داشتین؟ نقاشیشو برای ما بکشین و واسمون عکس بگیرین. مرسی بچه ها. تا دفعه بعد خدافظ. بچه ها یادتون نره آیه هاتون رو برای ما بفرستین.